درود به دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال همتون خوب و عالی باشه. امروز میخوایم با هم یه دسر سنتی ایرانی رو درست بکنیم که خیلی عالی و اینکه آسون درست میشه. ما میخوایم کاچی درست بکنیم. من اول آرد دستورم رو الک میکنم، بعد هم روی شعله ملایم این آردا رو تفت میدیم، فقط تا جایی که خامیش گرفته بشه. مراقب باشین که رنگ آردتون تغییر نکنه، چون نمیخوایم که رنگش عوض بشه. بعد هم وقتی به این مرحله رسید، کره‌ای که داریم رو بهش اضافه میکنیم. یه مقدارم با کرمون تفت میدیم. الان وقت اضافه کردن ادویه هاست. من مقدار ادویه ها رو و اینکه چه چیزی اضافه کردم داخل دیسکریپشن براتون میذارم. ادویه ها رو یه مقدار تفت میدیم. بعد هم مواد مایعی که داریم رو بهش اضافه میکنیم. اینجا من آب داشتم که آب رو اضافه میکنم. بعد هم کامل هم میزنم که هیچ گلوله آردی باقی نمونه و اینکه از هم دیگه باز بشه. خب اینجا من گلابم دارم که گلابمونم اضافه میکنم. اگه شما عرق هلم داشتین اضافه بکنین خیلی عالی میشه. برای شیرین کردن این دسرمون از شیره انگور استفاده کردم. شما اگر اینکه دوست نداشته باشین میتونین از نبات یا از شکر برای شیرین کردنش استفاده بکنین. اینا همش سلیقه‌ای هستش. روی حرارت ملایم میذاریم که کامل ریز جوش بزنه. اینجا من زعفرونم اضافه میکنم. کامل میذاریم که روی حرارت ملایم بمونه، ریز جوش بزنه تا به اون غلظتی که دلمون میخواد برسه. آخرای پختم بهش هر مغزجاتی که دلتون خواست میتونین اضافه بکنین. اینجا من گردو داشتم که خورد کردم و بهش اضافه کردم. خب اینجا هم دیگه کاچی ما آماده شده. اینم از غلظتش که به نظرم مناسب بود. داخل ظرفای سربتون میکشین و اینکه روشو با هر چیزی که دلتون خواست میتونین تزیین بکنین. خب بچه ها اینم از یه دسر آسون و خوشمزه که با هم دیگه درست کردیم. من تمام نکته های مهمش رو داخل ویدیو بهتون گفتم. امیدوارم که از این دستور پختم استفاده بکنین، درستش بکنین و کنار عزیزانتون نوش جان بکنین. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو هم همراه من بودین. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.